و دیگر این برادر دیگر ما سوال دادن از تقدیر. البته این تقدیر یک امر بسیار پوشیده است. خطا نکنم اگر در مرقات شرح مشکات در این باره آمده است یک روایتی از حضرتی میگن روی سئل عن علی بن ابی طالب عن علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، یعنی مرد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه پرسید که اخبرنی عن القدر، یعنی گفتن که ما را از قدر خبر بده. قدر یعنی تقدیر چگونه است. هر چیزی که در انسان، در حیات انسان، در زندگی انسان می شود از مقدرات الهی بیرون نیست. ایشون سعی و تلاش خود را میکند، اما او تقدیر در مجرای خود روان است. وظیفه انسان عمل کردن و پوز کردن از تقدیر نیست. البته میگه مرد پرسید از حضرت علی رضی الله تعالی عنه، گفتن که اخبرنی عن القدر، یعنی ما از تقدیر خبر بده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفتن که طریق مظلم لا تسلکه، یعنی تقدیر یک راه تاریکی است که بر او راه نرو. و اعاد السؤال، با دوباره پرسیدن که اخبرنی عن القدر، مرا گفتن از تقدیر خبر بده. گفتن که بحر عمیق لا تلجه، یعنی بسیار یک بحر چقوری است که در او داخل نشو. گفتن و اعاد السؤال، باز مرتبه سیوم باز پرسیدن که اخبرنی عن القدر، از تقدیر مرا خبر بده که تقدیر چی است. گفتن که سر من اسرار الله فلا تفتشه، یعنی یک سر الهی است، یک سر از اسرار خداوندی است که ایرا تفتیش نکه. لا یطلع نبی مرسل ولا ملک مقرب. اگر خطا نکرده باشم، اگر لفظ سخن حضرت علی رضی الله تعالی عنه را گفتن که این یک سر از اسرار الهی است که ایرا تفتیش نکه یگان نبی مرسل و یگان ملک مقرب از این خبر و آگهی ندارد. یعنی وظیفه ما، وظیفه انسانیت عمل کردن است. چنانچه در حکایه باشد یا که در قوم‌های پیشین گذشته است که نفری را می‌بینند که بالای یک سنگ عبادت میکنند، یک هاتف آواز میدهد که اینقدر عبادت میکنی، اینقدر زحمت میکشی که مکان تو جهنم است. در جواب میگوید که من به این باک ندارم که من به جهنم میروم یا به جنت میروم. وظیفه من همین است که امر خداوندی را به جا بیارم. مرا خداوند امری به نماز کرده است، نمازم را میخوانم و کجا به جنت رفتن یا به جهنم رفتن او در اختیار من نیست، در صلاحیت من نیست. و وظیفه من هم همین است که عبادتی، یعنی امر الهی را که برای من امر کرده است باید انجام بدهم. و این چیزی وظیفه هر یک فرد مسلمان همین است که خداوند به هر یک کاری معروف و هر کاری مشروعی که بنده را امر میکند باید که او کار انجام بدهد و در آن قصه پرسپاس یا تفتیش مقدرات نباشد. چون که خیلی که گفتیم حتی حضرت علی رضی الله تعالی عنه اون مرد رو 3 مرتبه از تقدیر پرسید، در پاسخشان همین را گفتند که این یک سر از اسرار الهی است که یگان ملک مقرب و یگان نبی مرسل از این آگهی ندارد. یعنی وظیفه انسان عمل کردن و انجام دادن دستورات خداوندی است. وقتی بنده را امر میکند که نماز بخوان، باید که او نماز بخواند و هر چیزی که او منع کرده است. خیلی قبلا از حدیثی که متفقا علیه گفتیم کار حلال البته در قرآن عظیم شان معین مشخص است، کارهای حرام مشخص و معین است. فرد مسلمان باید که احکام شرعی خود را بداند و طبق آن عمل نماید که چی برای او درست است و چی برای او ناروا است. این وظیفه هر یک فرد مؤمن و مسلمان است که این کار را انجام بدهد و از گفته‌های خداوند منان دور نشود.